سلام دوستان، بارها بهتون گفتیم که اگر واقعا قصد ترک مواد مخدر رو کسی داره حتما بایستی از راهش وارد بشه. بعضیا میرن کلی هزینه میکنن، کلی اذیت میشن، تازه برمیگردن و به ما میگن که بهتر نشدیم، هیچ، از قبل بدتر هم شدیم و هیچ ترکی هم انجام نشده. همین روز گذشته یه موردی بودش که بعد 15 روز بستری شدن در یکی از مراکز که حالا نمیخوام اسم ببرم، نوع بد برخوردها و عدم رسیدگی ها هم به کنار، گفتن که ترک نکردن و از ما کمک میخواستن. دوستان، راه میانبری وجود نداره. اگر بدن به طور کامل پاکسازی نشه هیچ ترکی اتفاق نخواهد افتاد. پس برای ترک اصولی شمارت رو دایرکت کن تا کمکت کنم برای همیشه از مواد مخدر راحت بشی. لایک و کامنت فراموش نشه. متشکرم.